حضرت موسی دست بلند میکنه به سمت الله، الهی ما الذی یخلصنی من عقابک. ای کاش که امروز ما تو هم کار بکنیم. حضرت موسی میگه خدایا چی چیزی است که مرا خلاص بکنه از عذاب تو؟ الهی ما الذی یخلصنی من عقابک. خدایا چی چیزی است که مرا از عذاب تو خلاص بکنه؟ و یبلغنی رضوانک. خدایا چی چیزی است که مرا به رضای تو برساند؟ امروز دنبال چی اومده اینجا؟ دنبال رضای کی؟ چرا بلند نمیگی کی؟ و یبلغنی. خدایا چی چیزی هست که مرا به رضای تو برساند؟ و دیگه چه میگه؟ و ینجینی من سخطک. خدایا چی چیزی هست که مرا از عذاب تو و از خشم تو و از غضب تو نجات بده؟ الله یک جمله به حضرت موسی میگه، ای موسی الاستغفار باللسان، استغفر الله بگو. یک بار با آواز بلند بگو استغفر الله. استغفار بکن، استغفار بکن، این نجات میدهد تو را. الاستغفار باللسان و الندم بالقلب. با زبان استغفار بکن ای موسی، به قلبت پشیمان شو از خطاهایت، پشیمان شو از گناهایی که انجام دادی. بگو خدایا دیگر نمیکنم. این استغفار چقدر کارساز است، چه مشکلات و قفل‌هایی را باز میکند، چه دردهایی را درمان میکند. حضرت سفیان ثوری فرمود اذا استبطأت الرزق، ای بنده خدا اگر میخوای خدا رزقت را زیاد بکنه، تو را پولدار و ثروتمند بگردانه، فاکثر من الاستغفار، استغفار را زیاد بکن. حضرت ربیع ابن خثیم فرمود اتدرون ما الداء، ای بندگان خدا درد را میدانید؟ از درد چیزی میدانید؟ گفتن نه. اصحابش گفتن، فرمود الداء الذنوب، درد گناه است. عزیز من حتی دردی که در جسم تو میآید گناه است. هر دردی که در بدن ما تو پیدا میشه به سبب گناه است. و ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هیچ مصیبت به شما نمیرسد مگر اینکه دستان شما این مصیبت را میآورد. هر مشکلی که امروز در زندگی ما رونما میشود در حقیقت اون گناه ماست. اگر طفل ما مریض میشه گناه پدر و مادر است. اگر در خانه نان پیدا نمی کنیم گناه ماست، فرمانی ماست. و اگر گناه نداریم رفع درجات ماست. پس بنابراین حضرت سفیان ثوری فرمود اگر شما از خدا رزق طلب میکنین، پس شما چی کار بکنین؟ فاکثر من الاستغفار، استغفار جا طلب بکنین. عادت بدید زبان خود رو به این استغفار. کار سخت نیست. استغفر الله استغفر الله. در حدیث دیگر می آید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که میگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، کسی که این را میگوید اگر از جهاد در راه خدا فرار کرده باشد که بدترین گناه است، اگر از جهاد در راه خدا فرار کرده باشد و کسی که این را بخواند الله رب العزت و الجلال او را میبخشد. یه وقتی که نماز میخوانی بعد از نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه همین که سلام داد 3 مرتبه بگو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. زینت نماز تو همین استغفار است. تکامل نماز تو همین استغفار است. نمازت را کامل میکنه. چون استغفر الله گفتن معذرت خواهی کردن از الله است. پروردگار این نمازی که من خواندم نواقصش زیاد، عیوبش زیاد، سر نماز نبودم، به چکر بودم، به دکان بودم، به تجارت بودم، پشت دختر بودم، به موبایل بودم، به سیاحت بودم. خدای این نماز را قبول کن. استغفر الله معذرت خواهی است. الله با این 3 تا استغفار نمازت را قبول میکنه. یک استغفار دیگه به نام سید الاستغفار داریم. چی؟ سید الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. این سید الاستغفار میگه. رسول پاک صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی این 3 مرتبه صبح میگه اگر همین روز ای از دنیا میرود از اهل جنت است. اگر این در آغاز شب میگه همین شب از دنیا میرود ای از اهل جنت است. ببین این استغفار چقدر معجزه میکنه، چی آثار دارد،
چه علائم دارد، تمام خواسته هایت برآورده است. امروز بسیار مسلمان ها، بسیاری جوان ها خیلی خواسته ها دارن و من تماس میکشن میگم ما کسی را میخواهیم به دست آورده نمیتونیم، چی کار کنیم؟ استغفار کن، استغفار طلب بکن. پدر مشکل داره با ما با مادر در جنگ است، چیکار کنیم؟ استغفار طلب بکن. شوهر من مشکل داره، چیکار کنیم؟ مادر گرامی استغفار طلب بکن. زن من به گفت من نمیکنه، چیکار کنم؟ استغفار طلب بکن. فرزند من نافرمان است، چیکار کنم؟ استغفار طلب بکن. نان در خانه نیست، چیکار کنم؟ استغفار طلب بکن. تمام اینها قفل ها را فقط استغفار باز میکند. ما از این بیگانه شدیم، این در زندگی ما نیست. ما به هر سمت میریم، به هر در میریم، فقط در خدا در آخر قرار گرفته. باور بکنید اگر همون استغفاری که در آخر میگوییم اول بگوییم مشکل ما حل است. اگر بار اول به سمت الله بریم مشکل ما حل است. الله رب العزت و الجلال به ما شما توفیق عمل نصیب بگردانه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید یا معشر النساء، ای گروه زنان، تصدقن و اکثرن الاستغفار. الله اکبر. به زنان، خواهرانی که حجاب ندارن، خواهرانی که گناه میکنن، خواهرانی که گناه کردن، خواهرانی که نافرمان شوهران هستند، خواهر گرامی، مادر گرامی، من بهترین نسخه به تو پیشکش میکنم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ای گروه زنان، شما صدقه در راه خدا بتین و زیاد استغفار طلب بکنید. چرا اکثر شما از اهل جهنم من دیدم. یک کسی آمد، کسی از میان صف بلند شد یا رسول الله این زنها چی کرده که اکثرشان در جهنم هستند؟ فرمود تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. اینا ناسپاسی شوهران خود میکنند، به شوهران خود زشت میگویند، دشنام میدهند شوهران خود را و لعنت زیاد میفرستند. این گناهشان است. به امروز که گناه خواهران دور از خواهران خوب و مادران خوب ما باشد شما میبینید. امروز اگر ملت را تباه کردن، اگر این زمین را به لرزه در آوردن، این گناهانی که در روی زمین توسط این مادران و خواهران میشود، زمین امروز به خشم آمده، زمین هزاران نفر به کام خود بلعیده. اگر بروی سر رشته را پیدا کنی که این از کجا هست، فقط و فقط پیدا میکنی از فحشا و زنا هست، دیگه چیزی نیست. اینمی هست که دروازه، اگر شراب نوشیده میشه به خاطر همی است، اگر خیانت میشه به خاطر همی است، اگر سنت های پیامبر زیر پا میشه به خاطر همین فحشاست. پس عزیزان من بیاییم به سمت خدا برگردیم. در حقیقت اون زلزله‌ای که در ترکیه شد از ما دور نیست. اگر خدا بخواد اینجا هم میآورد، پروردگار کل امت را نجات بدهد، همه امت را از این عذاب نجات دهد. پس دو زانو بشینید که انشاءالله دعا میکنیم. الحمدلله رب العالمین، العاقبة للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی كل ملائکة المقربین على اهل طاعتك اجمعین. الهی ما به خانه تو پناه آوردیم، الهی ما به خانه تو پناه آوردیم. الهی ما تنبیه شدیم و ترسیدیم از عذاب تو. خدایا ما بندگان گناهگار که به خانه تو آمدیم، خدایا ما را پاک بگردان. الهی پروردگار به ما توبه نصیب بگردان که بار دیگر به سمت گناه بر نگردیم. الهی چقدر گناه کردیم، چقدر بی حیا شدیم، چقدر شر نکردیم از تو خدایا. بار بار دیدی که ما نافرمانی تو کردیم، من هنوز جان از ما نگرفتی خدایا، هنوز ما را در پرده صدر خود قرار دادی. الهی تو کریمی، الهی تو رحمانی. الهی پروردگار همان قسمی که بندت حضرت آدم را با استغفار بخشیدی، الهی که حضرت نوح استغفار کرد بخشیدی، ابراهیم خلیل استغفار کرد بخشیدی. الهی پروردگار ما هم بندگان تو هستی. الهی پروردگار ما یقین کامل داریم که جز تو پروردگار دیگر هیچ رب نیست. الهی جز تو دیگر هیچ معبود نیست. الهی پروردگار اگر فضل و کرم تو دامن ما را نگیرد و رحمت تو دامن ما را نگیرد، خدای ما تباه میشه. الهی ما در بدر تو آمدیم، به خانه تو جمع شدیم. الهی چقدر هوا سرد است، این بندگان از کجا آمدند؟ الهی پروردگار بعضیشان دکانهای خود را بسته کردند، بعضی هایشان از شهرهای مختلف آمدند. الهی پروردگار تو کریم هستی، از ما همین قدر پروردگار از این بیشتر نمیتوانیم یا الله، از این بیشتر نمیتوانیم.
و ما توفیق بیشتر عمل کردن انجام بده. الهی به ما توفیق بیشتر نصیب بگردان که از تو بترسه. الهی ما را از خودت بترسان. یا الله ما را از خودت بترسان. یا الله ما را از خودت بترسان. یا الله ما را از خودت بترسان. الهی از هر چی ما امروز میترسیم غیر از تو، خدای ما را از خودت بترسان. الهی ما را نادم و پشیمان از گناه بگردان. یا الله ما را نادم و پشیمان از گناه بگردان. الهی به کل ما توفیق بده. یا الله بی نماز ما را توفیق بده. خدایا بی نماز ما را توفیق بده. نافرمان ما را توفیق بده. شرابی ما را توفیق بده. پروردگار قمارباز ما را توفیق بده. خائن ما را توفیق بده. یا الله رشوتخور ما را توفیق بده. یا الله، یا الله ما میترسیم ما را از عذاب خود نجات بده. الهی ما را به عذاب خود گرفتار مکن. الهی ما را سر معصیت و گناه از این دنیا نبر که ما دیگر روح آبرو نداریم. یا الله الهی ما را با گناه از این دنیا نبر. یا الله سؤال نکیر و منکر را آسان بگردان. یا الله تلخی جان کندن را به ما آسان بگردان. یا الله روز قیامت ما را به محضر انبیا شرمنده و خجالت مکن. الهی به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را شرمنده و خجالت مکن. الهی پروردگار تو کریمی، الهی تو رحیمی، تو ستاری. الهی مریضان زیاد در بسترهای مریضی داریم، خدای شفای عاجل و کامل نصیبشان بگردان. الهی بسیار عزیزان قصد دارن، از قرض خلاصشان بکن. الهی بسیاری ها فرزند ندارن، فرزند صالح نصیبشان بگردان. بسیاری ها فرزند دارن ناصالح، پروردگار صالحشان بگردان. الهی عزیزان که از کشورهای دیگری از ما دعا طلب کردن، یا الله هر مشکل دارن برآورده خیر بگردان. یا الله هر جایی که هستن ایمانشان را حفظ کن، تقوا و پرهیزگاریشان را حفظ کن، دینشان را حفظ بکن. الهی پروردگار تو کریم هستی. این عزیزان، این بندگان تو که هر جمعه اینجا میآیند، یا الله اینا هم امید دارن. یا الله اینا هم امید دارن. خدایا با دست خالی آمدن. خدایا کل ما با دست خالی آمدیم، چیزی نداریم، نه عبادت، نه سجده درسته، نه رکوعی درسته. یا الله با سجده ها تو را آزار دادیم. خدایا با سجده ها تو را آزار دادیم. الهی خیلی گناه ها انجام میدهیم که تو ما را پوشیدی. یا الله با بار گناه آمدیم، با بار گناه ما را از خانه خودت بیرون مگردان. یا الله با امید آمدیم، نه امید ما مکن. دست خالی آمدیم، دست پر بیرون ما بگردان. الهی تو پادشاهی پادشاهانی، تو احکم الحاکمینی، تو اعدل العادلینی. یا الله دست ما را خالی برمگردان. الهی دست ما را خالی برمگردان. الهی دست گدایی به در تو دراز کرده. کل ما فقیریم، کل ما فقیر هستیم. پروردگار تو غنی، ما فقیریم. خدایا ما فقیریم، چیزی نداریم. ما ناتوانیم و تو قوی هستی. ما بیچاره‌ایم، ما بی کسیم، ما درمانده‌ایم، ما خسته‌ایم، ما افسرده‌ایم. شیطان به ما ظلم کرده، گناهگاریم، مظلومیم. پروردگار به حال ما رحم بکن. الهی همسران ما را عفیف و پاک دامن بگردان. الهی عزیزانی که در این مسجد خدمت میکنن، در این هوای سرد و بیرون استاد میشوند، یا الله اینا بندگان تو هستن. خدایا گناهانشون را درگذر، از گناهانشون پروردگار چشم پوشی بکن. فرزندان صالح نصیبشان بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. الهی اونهایی که شهید شدن در ترکیه، در این زلزله ترکیه، پروردگارا قبرهایشان را پرنور بگردان. الهی اونهایی که در سوریه شهید شدن، قبرهایشان را پرنور بگردان. الهی پروردگارا تو کریم هستی، هرچی گناه کردن و خطا کردن تو مهربان هستی، کیفرش خود را دیدن. پروردگار از گناهانشان درگذر، قبرهایشان را پرنور بگردان. و امت اسلامی را در سر تا سر دنیا بیدار بگردان. خواهر را بیدار بگردان، برادر را بیدار بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین.